کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به دقت شهروندان و مهمانان کشور می‌رسانند که طبق معلومات اگنتی هواشناسی در قلمرو جمهوری آب و هوای نامساعد همراه با بارشات شدید ژوله، رعد و برق و شمال‌های سخت دست کم تا 6 ماه سال 2022 باقی میماند. در ناحیه‌های کودامن و کوهستان تابع جمهوری و ولایت سوخت و ختلان در این روزها وزیدن بادهای طوفانی پیش بینی شده. انتظار می رود که با در نظر داشت بارشات شدید خطر سیل و ترمفرایی و سنگریزی بیفزاید. در روزهای نزدیک خطر بالا رفتن سطح آب دریاها، از آب پر شدن آبانبارها و کولها، زیر آب ماندن زمینها نیز بالا می رود. وضعیت از همه سخت و خطرانگیز در روزهای نزدیک می تواند در مجرای دریاهایی که از قطارکوه‌های اسار فرو می ریزند، دریاهای یخسو، قزلسوی جنوبی و دریای وخش، همچنین در شاخاب‌های دریای زرافشان پیش بیاید. در رابطه با این کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواهش میکند که در این روزهای آب و هوای نامساعد از حد اکثر احتیاط کار گرفته چاره‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنند. کمیته از اهالی دعوت میکند که تا حد امکان در چنین روزهای بارانی و خطرزا از سفر از طریق راه‌های کوهی و عقبه‌ها رفتن برای جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش و غنچین ایزم، جمع‌آوری زنبوروغ، همچنین از ماهیداری و شکار خودداری نمایند. از شارواداران خواسته شده است که در انتخاب چراگاه نیز احتیاط کنند. از رانندگان هم تقاضا شده است که قاعده‌های حرکت در راه بخصوص سرعت و فاصله را قطعاً رعایت کنند و حداقل شبانه با ماشین به سفر نبرایند. از افراد گرفتاری به بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد خواسته شده است که نیز احتیاط کنند و همیشه با خود داروهای لازمه‌شان را داشته باشند. در صورت پیش آمدن حالت فوق‌العاده از همه خواسته می شود که با رقم 112 زنگ بزنند.